اولیش کارهایی هستش که شما دوست دارید انجام بدید و برای کسب و کارتون هم مهمه که اونا رو انجام بدید. مثلا شما به این نتیجه رسیدین که با هم خیلی حرف زدیم در مورد این رو تو جلسه قبل. قرار شد که به طور مثال کار تولید محتوا، کار آموزش، یک فریمی برای اینستاگرامتون درست کنید که از اونجا بتونید تولید محتواتون رو انجام بدین. دسته‌بندی محصولات، اینا همه یه سری چیزایی بود که توی این رو حرف زدیم. خب یه قسمت دیگهش یه کارهای بهبودی بود، کارهایی که همین الان انجام میدین. مثلا شما گفتید ما میایم یه سری نمونه ها رو الانم میبینیم، ولی قرار شد که این سری کارا رو به طور مثال بیایید و هوشمندانه تر انجام بدید، بهبودشون بدید، مراقبشون باشید و اینکه اگه یه سری کارهای جدید دارید انجام میدید، کارهای قبلیتون اینطوری نشه که اون کارهای متداولی که انجام میدادین یه ضربه‌ای بخوره. پس یه بخشی شد این کارا رو که باید بنویسید. مثلا یکی دیگه از کاراتون اینه که الان با یه سری از آدما شبکه دارید، ارتباط دارید، مثلا از اون دوستتون تابلو میگیرید، یه سری کارهای اینطوری انجام میدید، ولی این رو بهبود بدین، بهترش بکنید، گستردش بکنید. به طور مثال باید با هم دیگه فکر کنید و هی به یه سری نتایجی برای اون برسید. مثلا گفتیم شما الان فضای کاری دارید ولی اینو باید بهبود بدید. یه قسمت دیگه هم بود کارهای حذفی، کارهایی که الان انجام میدین و به شما یه سری، یعنی دوست ندارید اون کارا رو، یا داره بهتون ضربه میزنه یا یه آسیبی داره، اون کارا رو باید حذف بکنید. دسته آخرم شد کارهایی که الان انجام نمیدین ولی کلا کاری که هستن که باید ازشون دوری بکنید. سری کارا رو شما ممکنه الانم انجام نمیدین ولی باید حواستون باشه که این کارا رو کلا انجام ندید. دوری گزینی اسمشه، یعنی یه کاری که ازش دوری میکنید، اون کارا رو انجام نمیدین. خب مثلا مثل چی؟ مثل اینکه شما هیچ وقت مواد اولیه‌تون رو مثلا نمیرید از سر کوچه بخرید چون اونجا گرونه بهتون میفروشه. این کارو هیچ وقت هم نباید انجام بدید به طور مثال. خب یا مثلا یکیش مثل همون فالوور فیک مثلا گرفتن به طور مثال. نه اینکه این بد باشه یا خوب باشه، یعنی کاری که الان انجام نمیدین و اساساً برای کسب و کارتون هم مفید نیست و نباید اون کار انجام بدید. حالا ممکنه شما یه سری واسه خودتون اصولی داشته باشید، بگید من این اصول برام مهمه، نمیخوام مثلا این اصول رو هیچ وقت زیر پا بذارم. در هر آدم و هر کسب و کاری هم متفاوته، اونا رو الان زیر پا نمیذارم، هیچ وقتم نمیخوام مثلا زیر پا بذارم. یه سری چیزایی مثل این، یعنی کارهایی که الانم انجام نمیدید، کلا هم باید حواستون باشه که هیچ وقت اون کارا رو انجام ندید. ببینید ما همیشه وقتی داریم برنامه‌ریزی میکنیم یه سری از کارهایی که انجام میدیم واسه الانمونه، یعنی خدمت میکنه به اینکه الان درآمدزایی داشته باشیم، الان خوشحال باشیم، مثلا الان به لحاظ ذهنی جایزه انگار بهمون داده میشه. یه سری کارهایی که انجام میدیم مربوط به آینده است. هیچ وقت هیچ کدوم از این دو دسته نباید صفر بشن. خب پس شما همیشه باید بین این دوتا حرکت بکنید. مثلا آموزش و این کارهایی که میخواید انجام بدید یه سری کارهایی که ممکن از اول براتون سودزا نباشه ولی در آینده بهتون خدمت میکنه. یه سری کارها هم مثل فروش و دسته‌بندی محصولات و پک کردن این محصولات با همدیگه و پک مناسبتی و یه چیزایی مثل این به الان شما خدمت میکنه. اینا کوتاه مدت جواب میده، هم باعث میشه ما به لحاظ ذهنی اون احساس اینکه یه جایزه گرفتیم و به دست بیاریم، همین که خلاص درآمدش برای ما مهمه. خب اگه هر کدوم از این دوتا صفر بشه ما آسیب جدی میبینیم، به خاطر اینکه اگر فقط به الانمون فکر کنیم یه سال دیگه این کارتون رو نمیتونید ادامه بدید. خب پس یکی از چیزهایی که باید ازش دوری بکنید اینه که فقط برای کوتاه مدت یا فقط برای بلند مدت برنامه ریزی بکنید. این دوتاش هر دوتا اشتباهه، بخاطر اینکه من اگه فقط برای بلند مدتم برنامه‌ریزی بکنم اینجوری هم که همش به لحاظ ذهنی اصلا ذهن من احتیاج به جایزه‌ای داره، نه جایزه به دست میارم نه مثلا درآمد به دست میارم، همش در امید یک آینده‌ای هم این باعث میشه انگیزه‌مو از دست بدم. عکسش هم باعث میشه که من پیشرفت نکنم. پس یکی از چیزایی که باید ازش دوری بکنید به طور مثال اینه، با خودتون باید فکر بکنید و ببینید چه چیزهایی رو باید ازش دوری کنیم. ممکنه شما بگید ما مودی کار میکنیم، یه روزی خیلی حالمون خوبه خیلی زیاد کار میکنیم، یه روزی اصلا کار نمیکنیم. این یه چیز بدیه، باید ازش دوری بکنید. باید طبق برنامه کار بکنید نه طبق مودی که دارید. یه سری چیزای اینطوری توی این در واقع رو جای میگیره. این رو باید بخشای مختلفش رو بنویسین و برای من بفرستید. هم بهتون کمک میکنه که یه چیزی زیر دستتون باشه برای اینکه کلا برنامه هاتون رو چجوری باید بچینید، همین که اون قسمتی که توی ایجابی مینویسین باعث میشه که بتونیم روش یه سری برنامه ریزیایی بکنیم. مثلا 5 تا کار اصلی که باید انجام بدین در میاد، بعد روی اونها شروع میکنید به برنامه ریز در واقع انجام دادن. یکی از اون برنامه ها تولید محتوایی که حالا پیجش رو زدین.